وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. ما در هفته گذشته روی توسل جایز بحث داشتیم. انواعی که ذکر کردین، توسل با اسما و صفات الله متعال، توسل با اعمال صالحه یا کارهای نیک و توسل با دعای شخص مؤمن زنده. درست است؟ حالا که موضوع این هفته ما توسل ناجایز هست، اینجا هم شبیه آن تقسیم بندی های وجود دارد که ما بگوییم فلان 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 قسم توسل ناجایز می شود یا خیر؟ ما آنچه که بیشتر در بحث توسل ناجایز مطرح است، ما در توسل جایز در بحث اعمال صالحه، چون خود اعمال صالحه یک دایره بزرگ داره و به هر حال هر عبادتی، هر فعلی، عملی، اعتقادی، باوری و حتی ترک یک عملی به قصد تقرب به الله متعال و نیت به هر حال دست یافتن رضایت الله متعال، همه اینها چون که همه اینها عبادت حساب میشه و اعمال صالحه حساب میشه، در بحث توسل به اعمال صالحه داخل هست. اما وقتی که میایم سراغ بحث توسل های ناجایز، غیر از آن مواردی که ما در توسل جایز گفتیم، به صورت عموم بقیه‌اش بگی در بحث توسل ناجایز داخل است. و غالب این توسل ها، اون چیزی که در قرآن هم بهش اشاره میشه، روی محور توسل و به حال استعانت به یک انسان صالح بیشتر انجام میشه. ما در توسل به دعای انسان صالح که قسم سوم توسل جایز بود، الان در این قسمت میبینیم که آیات، وقتی که در تفصیل آیات میریم و در فعل و عمل آنچه که الله متعال توسل ناجایز میخوانه در قرآن کریم وارد میشیم، میبینیم که در این بخش داخل هست، یعنی بخش توسل به انسان صالح، دعای انسان صالح با این حجت انجام میشه، با این حجت داره انجام میشه که ما داریم ناجایز، توسل ناجایز، اون چیزی که قرآن کریم برای ما معرفی میکنه، با این حجت انجام میشه. درست. اما این توسل چی هست؟ این توسلی که ناجایز هست، بله، این رفتن و کمک خواستن. حالا این اقسامش میتونه به هر حال مراتبی داره به خودش. یک عده چیکار میکنن؟ یک عده میرن که پیش یک انسان صالح، انسان صالحی که زنده نیست، از دنیا رفته. درست. برای بحث صالح زنده به هر بحثی نداریم. هر کسی دلیلی میاره که آقا فلانی رفت پیش فلانی، ازش دعا خواست، انبیا، فرزندان انبیا پیش انبیا رفتن، صحابه پیش رسول الله رفتن، اولیا پیش فلانی رفتن، گفتن برای ما دعا بکن. روی این بحثی نیست، روی این اختلاف نظری نیست. اصلا بحثی که زنده باشه، انسانی زنده است، بله، انسان دیگری میره پیش او و از او دعا میخواد برای خودش، برای حل مشکلش، برای دفع مضرتی یا جلب منفعتی. درست. این بحثی نیست روش. درست. روش هیچ اختلافی نیست. به این ما صحبت کردیم. اما مسئله میاد سر چی؟ وقتی که انسانی از دنیا رفته، انسان صالحی، انبیا، اولیا، هر کی میخواد باشه، شهدا دیگه وقتی گفتیم انبیا به طریق اولا، شهدا پایین‌تر از ایشونن، از دنیا رفته انسان صالحی، الان شخصی با همون حجت دعا خواستن از انسان صالح میره سر قبرش و از او میخواد که چیکار بکنه؟ از او میخواد که یا فلان، خطاب میکنه، بله، برو پیش الله متعال شفاعت منو بکن، یا به تعبیر اشفع لنا عند الله، اینو خیلی میشنویم، شفاعت ما رو بکن پیش الله متعال. این حداقلش، یعنی این دیگه کمترین درجه این توسل ناجایزه. ما درجاتی بالاتر از این داریم. درست. این پایین‌ترین درجهش اینه که کسی میره سر قبر یک ولی، هر کسی که استوس میکنه انسان خوبی است، میره سر قبرش و از او میخواد که پیش الله متعال شفاعت این شخص رو بکنه، با این نیت که آقا این پیش الله متعال مقرب بوده، اگر نبی باشه شکی در این نیست، اگر جزء به هر حال اولیای الله متعال است که ما حسن ظن بود داریم، جزء شهدا هست، به این نیت که این چون انسان صالحی بوده، اونجوری که من در زندگی میرفتم بله پیش انسان صالحی میرم الان، خب اینا خیلی صالح‌تر از اونن، نبی که از همه صالح‌تره، میرم سر قبرش ازش میخوام که پیش الله متعال شفاعت من بکنه، واسطه گری بکنه تا این مشکل من حل بشه، تا این هدف من برآورده بشه.
این یک مرحله است. مراحل بالاتر از اینم داره که بعضی اصلا میگن آقا خود این شخص اصلا صاحب اختیاره، خود این عطای، این عین عطای الله متعال است و این اصلا خودش اصلا دیگه علم الله هست و این اذن الله هست و نعوذ بالله هم تعبیری که خودشون استفاده قدرت الله هست و این اصلا خود به خود اختیار داره، این اصلا خودش شفا میده، این خودش اصلا عالم به غیبه، این خودش خزانه های الله متعال دی به دستش هست. این که اصلا بحث ما رو این ما صحبت نمی کنیم امروز، چرا که این رو ما در بحث اعتقاد به ربوبیت الله متعال، افعال الله متعال وقتی که مطرح کردیم، وقتی گفتیم که ابو جهل و ابو لهب هم حتی همچین باوری نداشت که یکی از بندگان الله متعال، یکی از مخلوقات الله متعال در آسمان و زمین، در رزق، در روزی، در خلقت آسمان، در شفا دادن، در بیماری ها، در زنده مرده کردن، مرده زنده کردن، عزت و ذلت دادن، اینو ابو جهل هم در این موضوع مشکلی نداشت. یعنی قبول داشت که فقط مال الله تعالی است و آیات مختلفی از قرآن کریم ذکر کردیم، من جمله آیه 31 سوره مبارکه یونس رو ذکر کردیم و آیات مختلف دیگری رو ما از سوره مبارکه مؤمنون و آیات دیگری رو ذکر کردیم در این باب. که این که اصلا کسی که بر این اعتقاد میره سر قبر یک بزرگواری یا نمیره سر قبرش، از همین جا ندا میکنه یا فلان مدد، چه پیامبری باشه، چه ولی باشه، چه شهیدی باشه، چه به هر حال امامی باشه، چه فرشته‌ای باشد، به این باور که اون شخص صاحب تصرفه، خودش از پیش خودش قدرت داره، خودش میتونه شفا بده، خودش میتونه حاجت برطرف بکنه، خودش میتونه مشکلات حل بکنه، باب الحوائج هست به تعبیر بعضی ها که میگن فلانی باب الحوائج هست. این که اصلا ما روی شرک بودن این عمل، روی کفر بودن این عمل، کفر و شرکی بدتر از ابو جهل، روی این اصلا بحثی نیست. درست. این باور و این اعتقاد بدتر از باور و اعتقاد ابو جهله طبق آیات قرآن کریم. دقیقاً. اما اینکه حالا اون شخص این کاری که کرده آیا مشرک میشه و کافر میشه، اون یک بحث جدایی است که حالا ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت که اگر نمیدانه، اگر جاهل هست، اگر نادان هست، اگر خبر نداشته، توبه میکنه ان شاءالله الله متعال میبخشتش. اما اگر کسی میدانه و باز هم این کارو میکنه، اون که دیگه از ابوجهل بدتره. اما بیاین سراغ بحث این که کسی که میره سر قبر، الان بحث روی این موضوع توسلی که ما الان روی اون موضوع، الان ما اون توسل دومی رو که گفتیم الان میگیم یکی میاد میگه یا فلان مدد به نیت که کمک میکنم، این اصلا توسل نیست. این دیگه اصلا کلا اینم نوعی از توسل، چون در عنوان کمک طلبیدن، این دیگه اصلا خود به خود خدا گرفتنی که دیگه است. این دیگه خدا گرفتنی توسل نیست. بله. این به قول شما اصلا کلا دیگه چرا میگیم شرک؟ به همین خاطر بهش میگیم شرک ما این رو، چون شریک کردن غیر الله متعال در صفات الله متعال، این اصلا کلا صفات خاص الله تعالی است. یک کسی بر این باوره که فلانی اصلا صفت این خود مثل خداست، خدا 14 تا نکرده، کسی که میگه خدا، کسی که میگه خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده، این دیگه اصلا این موضوعش اصلا این اصلا توسل این توسل نمیکنه به اون معنی که قرآن میگه که یعنی شما برای دست یافتن به الله متعال، شما برای تقرب به الله متعال وسایل به دست بیارید. این خودش خدا تراشیده برای خودش، برای خودش خدا درست کرده. بعد این شرک هم نیست، این از اصلا از شرک هم بالاتر هست. این از بت پرست مکه بدتره، این از اون کسی که به هر حال این از ابو جهل و ابو لهب بدتره. این قرآن بیان میکنه برای. اما اون کسانی که میگن خب ما اعتقادمون اینه که اولیا، انبیاء الهی، اینها خودشون هیچ کارن، بله، اینا خودشون انسان‌هایی هستن مثل ما، نیستن، خالق نیستن. در بعد صفاتشون انما انا بشر مثلکم رو اعتراف میکنن. اینها نه شفا میدن، اینها نه کمک میکنن، اینها نه اولاد میدن، اینها ذلت و عزت به دست اینها نیست. بله. اینها رو ما نگفتیم که اینا، هیچ وقت نمیگیم که اینا اینطوری هستن. درست. اینا رو قبول داریم که اینا نیستن، ولی یک صفت دارن. اینها نزد الله متعال آبرومندن، عزت دارن، جایگاه دارن، شرف دارن و ما هم منکری نیستیم. همه اتفاق داریم روی این که جایگاه دارن نزد الله متعال انبیا و اون اولیایی که به هر حال در زمره اولیا و صفات اولیا رو دارن، روی این بحث نیست. روی این اتفاق داریم. اینا مقربن، نزد الله متعال احترام دارن، جایگاه دارن. اما خب چون این مقربن و جایگاه دارن و احترام دارن و شما هم گفتید و آیات قرآن هم میگه که رفتن پیش یک انسان مقرب و صالح و دعا خواستن از او هیچ اشکالی نداره و یکی از انواع توسل هست و تقرب به الله متعال. ما میریم سر قبر فلانی، یکی از انبیا، یکی از اولیا، به صورت عموم و میخوایم که یا ولیا عند الله، کسی که نزد الله ولی هستی، اشفع لنا عند الله،
ما رو شفاعت بکن نزد الله متعال. این رو ما الان این دیگه پایین ترین چیزیه که این پایین ترین درجهشه، یعنی اون پایین ترین درجه توسلی که ما داریم درباره توسل، پایین ترین توسل ناجایزی که الان ما داریم در به هر حال معرفی میکنیم اینه که اون چیزی که الان متاسفانه عده مبتلا هستن خفیف ترین هاشون که خودشون هم معترفن که ما این کارو میکنیم اینه. درست. اون چیزی که الان متاسفانه ما در جامعه ما جامعه خودمون صحبت میکنیم بدون تعارف. دقیقاً. عده به اسم مسلمان، عده به اسم پیرو قرآن، عده به اسم دوستدار قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم، دانسته و یا ندانسته دارن این کارو میکنن. این عده خفیف ترینشون اینه که میگن آقا اینها نزد الله تعالی مقربن، ما میریم پیش اینها سر قبرشون و از اونها میخوایم پیش خدا شفاعت ما رو بکنه. در مقرب بودن تعداد آنها ما در مقرب بودنش ما هیچ اختلافی ما با هم نداریم. ما با اونا متفقیم در مقرب بودن اولیاء نزد الله متعال و انبیا نزد الله متعال. این خفیف ترین کاریه که داره انجام میشه. به هر نامی کسی میخواد انجام بده. کسی به اسم شیعه انجام میده، کسی به اسم سنی انجام میده، کسی به اسم سلفی انجام میده، کسی به اسم صوفی انجام میده. اسم مهم نیست. دقیقاً. فعل کار مهمه. کسی میره سر قبر یک ولی، نبی، به این نیت که مقرب نزد الله تعالی و میره پیش خدا شفاعت منو میکنه. روی این صحبت داریم. روی این کسانی که این کارو میکنن همه میگن بله ما این کارو میکنیم. روی این اعتراف دارن. حالا یک عده خیلی براتر از این رفتن، اون ابو جهل و ابو لهب، من با اون کاری ندارم. این که خفیف ترینش هست، این دقیقاً چی است؟ این همون چیزی است که الله متعال فرمود که مشرکین مکه ابو جهل چی میگفت؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اینها شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن. یکمی برگردیم عقب. ما در سوره مبارکه نوح، الله متعال وقتی که نوح علیه السلام رو میفرسته برای قومش 5 تا اسم ذکر میشه که قوم نوح علیه السلام اینها رو عبادت میکردن. 5 تا اسمن، 5 تا مجسمه بودن، نمیگیم مجسمه، 5 تا نماد بودن از اولیای الله تعالی به اسم ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. این 5 تا ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصر. این 5 تا کی بودن؟ اینها 5 تا از مجسمه اولیاء اللهی بودن که در داخل اینها رو مجسمه اولیاء الله بودن که از دنیا رفته بودن. اینها می اومدن پیش اینها، فکر میکنن اینا چون نزد الله تعالی مقربن، وقتی که زنده بودن رفتن پیششون برای ما دعا کن. وقتی که مردن مجسمه های ساختن، بین باور که روح این اولیاء میاد در این مجسمه حلول میکنه، صدای ما رو میشنوه، میره پیش الله تعالی شفاعت ما رو میکنه. این رو الله متعال شرک فرمود، این رو شرک خواند. الان ما وقتی که صحبت میکنیم، اون موقع مجسمه بود، الان قبره. اون موقع ایستاده بود، الان خوابیده است. فرق نمیکنه. حجت دلیل همون دلیل، توجیه همون توجیه و عمل همون عمله، فقط شکلش عوض شده. شکلش عوض شده. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني